این عکس که در سال 1889 در دمشق گرفته شده درس زیادی به ما میده. کوتوله معلول مسیحی به نام سمیر بر دوش دوست نابینای مسلمان خود به نام محمد بود. سمیر چشم محمد بود و محمد پای سمیر. یکی میدید و دیگری راه میرفت. این چنین همدیگر را کامل میکردند. هر دو در کودکی یتیم شدن و بدون سرپرست در اتاقی با هم زندگی و کار میکردند. سمیر قصه گو بود و در یک قهوه‌خانه قدیمی و معروف دمشق برای مردم قصه میگفت و محمد کنار قهوه‌خانه نخود و لوبیای داغ میفروخت. سمیر قبل از محمد درگذشت و محمد به شدت متأثر شد، طوری که یک هفته تمام در اتاقش گریست، تا جایی که جسد بی جانش که از شدت اندوه فوت شده بود را در اتاقش پیدا کردند. این دو مرد ساده دل که دین یکدیگر را نفهمیدند با هم زندگی کردند و به انسانها ثابت کردند که ما به همدیگر نیاز داریم بدون اینکه دین و باور یکدیگر را در نظر بگیریم.